خیلی خوش اومدید به چنل کلی راز. قراره توی این ویدیو راجع به پادشاه انگلستان هنری هشتم صحبت کنیم. پادشاهی که زنای خودشو دار میزد. هنری هشتم دومین پسر هنری هفتم بوده که در قرن 16 در لندن به دنیا میاد. بچگی هنری با آموزش‌های سختی میگذره، مثل شمشیرزنی، سوارکاری، درس‌های مذهبی، موسیقی و حتی یادگیری زبان‌های مختلف. هنری قرار نبود که پادشاه بشه تا اینکه برادر بزرگترش آرتور که وارث تاج و تخت بود از دنیا میره. پس از مرگ پدرش در 15 آوریل 1509 هنری هشتم بر تخت نشست و سلطنت او 36 سال طول کشید و در این مدت 6 بار ازدواج کرد. در همون سال اول پادشاهی هنری با اولین زنش به اسم کاترین ازدواج میکنه. کاترین نامزد برادر بزرگتر هنری بود که فوت شده بود. هدف هنری از این ازدواج داشتن وارث تاج و تخت و تثبیت اتحاد انگلستان و اسپانیا بود که حاصل این ازدواج یک دختر به اسم ماری بود که در تاریخ به ماری اول یا ماری خونین معروفه. و کاترین بعد از ماری صاحب هیچ فرزندی نشد و هنری هشتم که به دنبال وارث برای تاج و تختش بود به هیچ عنوان این موضوع رو نمیپذیرفت تا اینکه هنری با زنی به اسم آن بلین آشنا میشه، دختری زیبا و جاه طلب که هنری عاشق اون میشه. آن بلین به هنری میگه اگر میخوای با من باشی باید رسمی با من ازدواج کنی، زن اولتو طلاق بدی و منو به عنوان ملکه انگلیس اعلام کنی تا برات پسر به دنیا بیارم. هنری هم که حسابی عاشق شده بود و دنبال وارث بود قبول میکنه. اما طلاق تو اون دوران قرن 16 اصلا باب نبود و حروم میدونستنش. به همین دلیل پاپ به هنری هشتم گفت تو نمیتونی زنتو طلاق بدی. هنری هشتم که حسابی عصبی شده بود گفت حالا که نمیشه زنمو طلاق بدم، کشور انگلیس از کلیسای کاتولیک روم جدا میشه و کلیسای پروتستان رو تأسیس کرد. و بعدش کاترین رو طلاق داد و با آن بلین ازدواج کرد و اونو به عنوان ملکه انگلیس اعلام کرد. و حاصل این ازدواج هم یه دختر به اسم الیزابت بود که بعدها این دختر شد ملکه الیزابت اول. آن بلین 2 بار دیگه سعی کرد که بچه دار بشه اما نتونست بچه ها رو نگه داره. هنری که حسابی عصبی شده بود و دنبال وارث بود با زن دیگه به اسم جین آشنا شد، زنی آرام و مطیع. از اون سمت هم دادگاه دیوان عالی انگلیس آن بلینو احضار میکنه و به جرم خیانت به پادشاه و رابطه با مردای دیگه و جادوگری به دستور پادشاه به مرگ محکوم میشه. ولی این که این اتهام واقعی بوده یا نه کسی نمیدونه. در می سال 1536 آن بلین بعد از 3 سال که از ازدواجش با هنری هشتم میگذشت گردن زده شد. 1 هفته بعد از کشتن آن بلین هنری هشتم
سومین مراسم عروسیش را با جین برگزار کرد. جین آرزوی دیرینه هنری هشتم رو محقق کرد و براش یک پسر زایید. اسمشو گذاشتن ادوارد و بعدها ادوارد ششم به پادشاهی رسید. اما خود جین در اثر زایمان از دنیا میره. اما هنری هشتم که اصلا دوست نداشت یک روزو بدون زن بگذرونه، در صدد بود که دوباره ازدواج کنه. یک روز تصویر یک زن از اشرافزادگان رو به هنری هشتم نشون دادن. این خانم آلمانی بود و اسمش آن کلیو بود. هنری خوشش اومد و قرار شد این خانم رو از آلمان بیارن پیش هنری هشتم. وقتی که خانم رو آوردن پیش هنری خیلی خوشش نیومد، چون به نظرش عکس با ظاهر خانم تفاوت داشت. به دلایل سیاسی هنری هشتم با این خانم ازدواج میکنه، اما این ازدواج فقط 7 ماه طول میکشه. هنری در 49 سالگی عاشق کاترین دخترعموی آن بولین شد که بسیار جوان بود و سن کمی داشت و در آخر این دختر جوان در قصر پادشاه به جرم خیانت به پادشاه و بودن با مردای دیگه گردنشو میزنن. همسر ششم و آخرین همسر پادشاه که عمر طولانی داشت و تونست تا مرگ هنری هشتم زنده بمونه اسمش کاترین یار بود. 4 سال با هم زندگی میکنن که به دلیل علاقه زیاد هنری به غذا باعث چاقی مفرط ایشون شده بود و هنری هشتم در سال 1548 در 55 سالگی در اثر چاقی درگذشت.